دوستان عزیز و گرامی سلام، خسته نباشین. سلام عرض میکنم خدمت تمام فالوورها و دوستان و آشنایان عزیز. میخوایم پیج کاری رو به اصطلاح با تمام جزئیات بذاریم و همه عزیزان و آشنایان و دوستان چه دور نزدیک تو این اوضاع اقتصادی بد حداقل اگر مثلا کاری داشتن، هزینه نصاب و چه میدونم این چیزا رو نداشتن، حداقل بتونن خودشون گلیمشون از آب بکشن بیرون و کارشون رو بتونن به نحو احسن انجام بدن. ما برای این کفپوش در نظر گرفتیم سر این ساختمون. عرضم به خدمتتون که وضعیت کف خیلی ناجوره. این سیمانکاری که قبلا کردن سیمانکاری زیاد خوبی نیست، به خاطر همین ما مجبوریم که از سیمانتکس استفاده کنیم. سیمانتکس سیمان سفید سیاه و چسب چوب هستش، چسب سفید چوب. اینا رو مثلا الان برای این سخت تقریبا 12 کیلو برای 10 کیلو یا 12 کیلوش آب و سیمان و ارزم به خدمت چسب چوب 1 کیلو چسب چوب قاطی این حجم از سیمان میکنیم. این نباید خیلی سفت باشه، نباید خیلی هم رقیق و شل باشه. در همین حد که بتونین با یه کارتکی یا یه چیزی به اصطلاح بکشین و زود هم بزنین که سیمانتون ارزم به خدمتتون ته‌نشین نشه و دست آخرش ارزم به خدمتتون اون زیریات رو که میخوایم بزنین خیلی سفت باشه. ما اینجا الان سیمانتکس رو میریزیم، به صورت دوغاوی هست. عرض کردم چون این کف وضعیتش خیلی ناجوره، یکمی حالا سیمانتکس رو ما رقیق‌تر گرفتیم که تو لابلای کل کفمون بره. دست اول چون به هر حال خاک و خل داره، نمیدونم چسبندگیش کمتره، به خاطر همین ما میایم یه ذره سیمانتکس رو رقیق‌تر درست میکنیم با یک کارتگه. همینجوری که میبینید ما مستحضر هستیم این سیمانتکسمون رو اجرا میکنیم به همین سادگی. تکلیف شما بگیر.